أين الرجال؟ بسم الله والحمد لله. به نام الله، ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، آیله ایشان، صحابگانشان و تمام پیروانشان. شهادت می دهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. موضوع امروزه ما کلام بی پایان نوی الله درشت باش می باشد. الله متعال می فرماید: ای نبی، علیه کافران و منافقان جهاد کن و با آنها درشت معامله باش. جایگاه آنها جهنم است و آنچه بد جایگاه است. درشتی تنها نسبت کافران جای دارد. آن همراه با جنگ و جهاد در راه الله که ضد کافران مقاومت نشان دهنده برده می شود صورت می گیرد. درشتی به همه کافران نشان داده نمی شود، زیرا کافر می تواند ذمی یعنی شهروند دولت اسلامی باشد. ما باشیم در معامله با ذمی ها به تحمل پذیری فرموده شده ایم و این از تحمل پذیری الله متعال نسبت بندگانش برآمده می آید، اگرچند که آنها کافر باشند هم. چون این است معامله با ذمی ها با سبب آنکه آنها به حاکمیت راندن اسلام از بالای خود سرخم گشتند و به اجرای وظیفه هایشان که نزد دولت اسلامی دارند راضی شدند. برای همین هم آنها به قبول اسلام مجبور کرده نمی شوند. الله متعال می گوید: در دین مجبور سازی وجود ندارد. از این رو ما نسبت آنها حتما باید تحمل پذیر باشیم. به مسئله درشت بودن آییم. آن تنها نسبت کافر جای دارد که به پهن دعوت مقاومت نشان می دهد و این کار تنها بعد معلوم شدن مقاومت او روی می دهد و تنها بعد از آن که دعوت به خیر با طرز بهترین به او رسانیده شده، با طرز بهترین با او مناقشه کرده می شود و با طرز بهترین او را به اسلام خوانده می شود. در این حالت بعد انجام همه این کارها مرحله دوم درشتی است، زیرا به اسلام توسط دروغ مقاومت کردن امکان پذیر نیست، چون اسلام دین حق است و الله اسلام را با هدف آن نازل کرد که آن بالای همه دین ها و عقیده ها غالب گردد، اگرچند که این به کافران و مشرکان ناخوش باشد هم. اما عاید مسلمانان باشد. الله به محمد صلی الله علیه و سلم وصیت کرد که نسبت آنان تحمل پذیر باشند، چون گفت: اگر تو درشت و دل سخت می بودی حتما آنها تو را ترک می کردند. یعنی با آنان تحمل پذیر باش و درشت و دل سخت مشو. پروردگار عز و جل مؤمنان را وصف کنان گفت: با کافران درشت و میان خود مهربانند. همینطور درشتی این یکی از سلاح‌های مسلمانان ضد آن کافران است که به پهنشوی دعوت مقاومت نشان می‌دهند و آن نباید در جای دیگری نامناسب استفاده گردد. امروز حالت به وجود آمده است که به گفته‌های آیت تماما ضد است. درشتی نسبت مسلمانان استفاده برده می شود، تحمل پذیری باشد نسبت کافران و این تگرو گردانیدن کار است. از این رو باید کوشش به خرج داده شود تا هر یک چیز به جای خود برگردد، تا که درشتی در جای خود و مهربانی و تحمل پذیری در جای خود استفاده شوند. عملی شوی این کار تنها با فعالیت جدی بهر برپا نمودن دولت اسلامی که معیارهای عادلانه حیات را به واقعیت تبدیل می دهد امکان پذیر است. با این معیار در این حیات درشتی نسبت کافران و مهربانی نسبت مسلمانان تطبیق خواهد شد. همینطور درشت باش کلامی بی پایان می باشد که محل استفادهش نهایت روشن و عمیق در شریعت اسلامی نشان داده شده است و کسی حق تجاوز کردن این سرحدها را ندارد. ای الله، ما را از جمله کسانی بگردان که نسبت کافران مقاومت کننده درشتی میکنند و ما را نسبت مسلمانان مؤمن و ذمی هایی که به حاکمیت اسلام سرخم شدند با رحم بگردان. از الله برای خود و شما استغفار میگویم. السلام علیکم. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.